كان صاروخ خيبر شكن المفاجأة التالية من عائلة صواريخ فاتح في أقل من شهرين على مناورات الرسول الأعظم 17. سلاح فتاك برأس حربي قوي يمكنه تدمير أي هدف بمدى 1450 كيلومترا وبهامش خطأ أقل من 5 أمتار. هذه المرة لم يكن عرض هذا الصاروخ من على منصة إطلاق، بل من مدينة تحت الأرض ولصواريخ خيبر شكن بالجملة أمام أعين أعداء إيران. با بکارگیری موشک‌های خیبر شکن در واقع این توانمندی در مجموعه ایجاد شد که اولا به واسطه اینکه وزن این 1/3 شده بسیار چابک، تاکتیکی و در بکارگیری خیلی امکان خوبی برای اون فراهم شده. زمان آماده سازی و شلیک در موضع عملاً به 1/6 کاهش پیدا کرده و از موادی که در سرجنگی موشک‌ها استفاده شده قابلیت اون به چند برابر TNT افزایش پیدا کرده و در واقع با شرایط جنگ‌های امروزی توانمندی که به ما اضافه شده در واقع ما می توانیم با استفاده از این نوع موشک‌ها که در فاز نهایی قابلیت مانورپذیری داره اهداف خودمون رو با احتمال بسیار بالا انشالله مورد اصابت قرار بدیم. مع خيبر شكن تقرأ الرسالة من العنوان. أصبحت جميع الأراضي المحتلة تقع تحت مرمى الصواريخ الإيرانية بمقدار CEP أقل من 5 أمتار.